سلام دوستای عزیزم، امیدوارم که مثل همیشه حالتون خوب باشه. من مرتضی هستم و قراره با هم گردش شبانه‌ای داشته باشیم در آستانه اشرفیه. امروز دوشنبه 18 دی ماه و ساعت حدود 6 غروب. در این ویدیو ابتدا به بازار معروف جلالیه در خیابان آستانه به سمت مرکز شهر، گردش در حرم و بازارچه محبوب و معروف پشت حرم سری خواهیم زد. امیدوارم که تا آخر ویدیو با ما همراه باشید. آستانه اشرفیه که به خاطر مقبره سید جلال‌الدین اشرف برادر امام رضا به این نام شهرت داره، چهارمین شهرستان استان گیلان از سمت شرق هستش. این شهر در 35 کیلومتری مرکز استان گیلان یعنی شهر رشت و در همسایگی شهرهای لاهیجان، دشت‌نشا، کیاشهر و کوچسوان قرار داره. همه آستانه رو با بادام، برنج، ترب و فلفل سبزش میشناسن. خاک آستانه اشرفیه به دلیل عبور رودخانه سپیدرود یکی از حاصلخیزترین خاک‌های منطقه است و تقریباً شغل اصلی مردم این شهر کشاورزی محسوب میشه. بازار هفتگی در آستانه در روزهای دوشنبه و پنجشنبه برگزار میشه. بازار پشت حرم آستانه هم به فروشگاه‌های آجیل و خوشگوار، لباس، سوغاتی‌های سفالی مثل گمج و واویشکاش شهرت داره. آرامگاه دکتر معین، اساتید بزرگ ادبیات فارسی هم در این شهر قرار داره. از جاهای دیدنی این شهر بازار جلالیه، بازار پشت حرم، بازار هفتگی، پارک ساحلی، روستای زیبای کیسون و بسیاری از جاهای دیگر رو میشه نام برد. قبلا در کانال ولاگ دوشنبه بازار آستانه، بازار مرغ و جوجه، رانندگی در آستانه اشرفیه، رانندگی از جاده آستانه به کیاشهر، بازار ماهی فروشان دستک رو در کانال قرار دادیم که در پلیلیست مربوط به آستانه اشرفیه میتونین اونا رو پیدا کنید. لینک پلیلیست رو در قسمت توضیحات این ویدیو براتون قرار میدم. خواهشاً با لایک‌ها و کامنتاتون ما رو در مسیر بهتر شدن حمایت کنید و برامون بنویسید که دوست دارید از کجای گیلان زیبا براتون ولاگ تهیه کنیم. در ضمن در روزهای یک شنبه، سه شنبه و پنج شنبه هر هفته در این کانال ولاگ جدید قرار داده میشه. امیدوارم که از این گردش لذت ببرید.
فقط به قیمت بانه. علیه نگه همین عبوس با گوشی ما
عدد من نیان کنم برای که موقعی لبا خنده بکنیم خوشحالم خود لبا خنده بکنم وای ما رو بکشی از چند ماجم کنی
Onu da bana bir şey yapıyor. Onu diyorum bu taksi baba. Galiba daha
جانم زنگ زد دیگه همه الان زنگ جواب دادم Hayal kondu, hayal kondu, hayal kondu, hayal kondu, hayal kondu. Beğen diyor. Bakın ne var? میشه فیلم گره؟ میشه فیلم گره؟ بگی اینجا رو بگی اونجا مثلا بعدا برو رئیس صف ما اونجا از رئیس صف ما بیا اینجا آدم برو بشی رئیس صف مواظب باش
بفرمایید کاوشگر آماده است بفرمایید آقای رئیس حاج آقا اجازه بده این رجا خیلی مدرم شما بگم حالا از منم میفتم باشه قربان کلمه جمشش مشتری ها همه یهویی میان
Sai você pira da. Não vai ser.